امروز توفیق داریم که در خدمت کارآفرینان غرب استان تهران هستیم و امروز اولین گرد همایی صاحبان کسب و کار در شهرستان شهریار برگزار شد که توفیق میزبانی این کار رو شهرستان شهریار پیدا کرد که بنده هم توفیق دارم در جمع کارآفرینان غرب استان تهران حضور پیدا کنم. بحث کسب و کار یکی از مقوله‌های بسیار مهم و اساسی هر کشوری محسوب میشه که این گونه رویدادها و اتفاقات سبب میشه که تعاملات بین کارآفرینان بیشتر بشه و کارآفرینان بتونن از تجربه هم دیگه بهره مند بشن و طبعا قسمت در این مواقع حضور پیدا میکنن صاحب اندیشه هستن، صاحب تفکر هستن و میتونن این تفکر و تجربه خودشون رو به تعامل بذارن و دیگران از این بهره مند بشن. تا امروز میدونیم که یکی از مشکلات اساسی و دغدغه‌مند کشور ما بحث بیکاری، اشتغال هست و یقینا بدونید که اگر بخوایم از مشکلات اقتصادی کشور رهایی پیدا کنیم طبعا بایستی به مقوله اشتغال و کارآفرینی توجهی ویژه‌ای بکنیم و اگر اشتغال و کارآفرینی و رونق کسب و کار و تولید در جامعه ایجاد بشه طبعا مشکلات اقتصادی ما هر چه زودتر از بین خواهد رفت. به امید دیدار و روزی که انشالله مشکلات کشور ما برطرف بشه.